رسول الله گفتند پدر و مادر را در خدمت بکن، این جهاد در راه خداست. و تو چی میگیری؟ بهترین مکافات که جنت است. از حساب خدمت پدر و مادر تو بر این نائل میگن. خورشید تابان یافتم در سایه دست پدر، بختی درخشان یافتم در سایه دست پدر. در کوچه باغی زندگی، در دل چراغی زندگی، پیوند ایمان یافتم در سایه دست پدر. هم قسمت شام و سحر، هم صحبت شمس و قمر، من حرف قرآن یافتم در سایه دست پدر. آژنگ رویش در نظر